از ابو هریره خدا از او راضی باشد روایت است که رسول خدا درود بر او فرمودند: هر کسی که مانند غسل جنابت غسل نماید و اول وقت به نماز جمعه حاضر شود، گویا شتر صدقه کرده است، و هر کسی بعد از او حاضر شود، گویا گاوی صدقه کرده است، و هر کسی بعد از او حاضر شود، گویا قشقاری صدقه کرده است، و هر کسی بعد از او حاضر شود، گویا مرغی صدقه کرده است، و هر کسی بعد از او حاضر شود، گویا که تخمی از مرغ را صدقه کرده است. ولی هنگامی که امام به اراده خطبه شروع می کند، فرشتگان کاغذ و قلم خود را جمع نموده به خطبه امام گوش فرا می دهند. حدیث بخاری، کتاب نماز جمعه، فضیلت نماز جمعه، باب 3.